خب السلام علیکم دوستان عزیز. روم سیاه کردیم، جنگ کردیم، حقارت شنیدیم، حقارت کردیم. همراه شیرالی و بگو لنگری خوابشون هم کندیم. ببینی که بدبختو از دستشو هیچی نمیاد با غیر جالب زنی با او کانالای بقواتشون ما خوینو رو هم جمع شدیم اونم کروک شد. یعنی که الحمدلله سیرشو فوشید، شرمنده شدن مردم. الحمدلله با قدر امکان خطیب یا بچه توجیک هم فهمیده باشه که خوینو چقدر افس نیم بحواسته تحمت و شانتاژ یگون دختر از سو میتین که برای اون بچه را پسته وید که یا باسته یگون بچه را سو میتین دختر را پسته وید که خود داخلی وطن باشه خود در آسیا ای دستی بیو کو اگر در کوش وقت همون قشم میدونم که من اگه سیمیشون نمیرسون زن و فرزندشون میتین تو بسیرشو برسونه که حرام رو بعد این حقارتاشو به هیچ جا نمیرسن. اما متاسفانه باز اینجا میبینم بعضی برادرای هستن که وزیران نمیشناسن شو ایری به ما را دشمن کردن. رحمت بر شما را کسی فهمید الحمدلله هر چی میکنم به خاطر خدا به خاطر ملتم به خاطر وطنم به خاطر این جوانان میکنم که هوشیار باشه. من همین لعنتی را کار نداشتم والله قسم اولی گاو میزنن یک ای دستی بیا بلوگر هیچ چی نمیانی اما ببین که ما کارشو نداریم یا هم دختر پول میتین یا که پندش میکنن با واسطه ما کارگر فلان جایی میگه چیکارش میکنن رویش میکنن که برای بوجون هم تکنه که الحمدلله دست خورد دخترم شرمنده شد. یعنی ما ویدیوش پخش کردیم گناهش به گردن گرفت. یعنی که خیلی هم فریب خورشال شد کارگردای مقصد اون طرفن الحمدلله شناخته شد. اما با این جالب زنی به هیچ جا نمیزنی خیلی ایدت شما قمیه فقط جالب بزن تو ویدیو ها و دلیت شما که تو لیتر اسوشو نمیشنون خدا خورتون کنه خوی نمیده.